چاپلوسی برای بالا رفتن و زیرآبزنی برای بالا موندن. تا حالا شده کسی توی محل کار همیشه مهربون باشه، همیشه لبخند بزنه، همیشه از مدیر تعریف کنه و تو با همه خوب بودنش هنوز بهش اعتماد نداشته باشی؟ یه حسی بهت بگه پشت اون ظاهر خوش برخورد یه چیزیه که نمیبینی. اگه این حس رو تجربه کردی، شاید با یکی از چهره‌های واقعی ماکیاولیسم روبرو بودی. اگه از این مدل تحلیل‌های روانشناسانه خوشت میاد، اگه دوست داری چهره‌های پنهان آدم‌ها رو بشناسی، حالا وقتشه که سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی، چون تو این کانال قراره ماسک‌ها رو برداریم. بخش اول، ورود به ذهن ماکیاولیست. ماکیاولیست ها با بقیه فرق دارن. اونها نه دنبال دوستی هن، نه دنبال همدلی. اونها فقط یه چیز میخوان، کنترل ذهن ها، موقعیت ها و آدم ها، و برای رسیدن به اون از دو سلاح همیشگی استفاده میکنن: چاپلوسی و خیانت. بخش دوم، چاپلوسی. اولش با چاپلوسی شروع میکنن. ستایش‌های بیوقفه حتی وقتی واقعیت چیز دیگه میگه. تأییدهای افراطی، دعوطلب شدنهای مشکوک و لبخندهایی که همیشه روی صورته، نه به خاطر علاقه، نه به خاطر اخلاق، بلکه چون میدونن چاپلوسی در دل بعضی از مدیرا در رو باز میکنه و وقتی اعتماد جلب شد، اون موقع نوبت بخش تاریک‌تر ماجراست. بخش سوم، زیرآبزنی. زیرآبزنی همیشه مستقیم نیست. گاهی فقط یه جمله است: راستی نمیدونم متوجه شدی که فلانی چند روز دیر میاد؟ یا یه لبخند همراه با سکوت وقتی اشتباه یه نفر دیده میشه. ماکیاولیست ها با زیر سوال بردن تدریجی دیگران خودشون رو بالا میکشن. آروم، بی صدا و دقیق. و بدتر از همه اینه که خیلی وقتها قربانی حتی نمیفهمه چه اتفاقی افتاده. بخش چهارم، تأثیر و هشدار. این مدل رفتار کم کم محیط کار رو مسموم میکنه. اعتماد از بین میره. روابط سالم جای خودش رو به جنگ روانی میده و آدمهایی که ساده و بی‌حاشیه هستن یکی یکی حذف میشن. ماکیاولیست ها عاشق فضاهای خاکستری هن. جایی که هیچ کس مطمئن نیست کی راست میگه و کی دروغ. هلنگور و یادآوری: اگه این آدم رو توی محیط کارت میشناسی، بدون تنها نیستی، ولی حواست باشه تو هم نباید بازی رو به سبک اونها بازی کنی. هوشیار باش، مستند صحبت کن و مرز حرفه‌ای رو نگه دار، چون در نهایت چیزی که میمونه فقط یه مقام نیست، اعتبار توه. آماده‌ای درباره چهره‌های تاریک شخصیت‌های محل کار بیشتر بدونی؟ ویدیوهای بعدی در راهه. فقط یادت نره سابسکرایب کنی، چون این تازه شروعشه.